اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. در این درس من میخوام بعضی علامت هایی که در قرآن کریم وجود دارد برای شما بفهمانم. خب این دو علامت است که اینها را مقصد علامت دوره. اینها نگاه کنین با دو شکل هستند. شکل اول را نگاه کنین کلوله است اما مثل کمی به سکنج مانند است. شکل دوم باشد کلوله راستکی است که مقصد با نول و یا صفر مانند است. خب من اول قاعده این را میفهمانم. این مقصد دلالت میکند به زیادتی حرف و نخواندن آن. یعنی این همین علامت کلوله سکنجه مانند دلالت به زیادتی حرف میکند و نخواندن آن مقصد. این مقصد در بالای الف واو و یا گذاشته میشود. وقتی که همین علامت در بالای الف واو و یا گذاشته شد آن وقت مثل که الف واو یا خوانده نمیشود و مثل که هیچ وجود ندارد. فهمیدین؟ الف خوانده الف واو یا وقتی که همین علامت در بالایش گذاشته شد آن وقت هیچ خوانده نمیشود، مثل که وجود ندارد، فقط در اونجا نوشته شدگی است خلاص. و همین علامت هم در بالایش میگذارن که یعنی ما بدونیم که این فقط زیادتی حرف است و این رو ما نمیخونیم، مثل که وجود ندارد. خب این دوم یعنی کلوله راست که با صفر یا با نول مانند است، دلالت میکنه به زیادتی حرف در وقت حین وصل. یعنی این مقصد در بالای الف واو یا که گذاشته شد اون وقت مثل که اون حرفا خوانده نمیشد، مثل که وجود ندارند. اما این باشد تنها در بالای الف گذاشته میشود. اینها مقصد فقط در بالای الف واو یا این باشد تنها در بالای الف گذاشته میشود. این مقصد دلالت به چی میکنه؟ دلالت به زیادتی حرف حین الوصل، یعنی دلالت به زیادتی حرف در وقتی وصل کردن است. یعنی این باشد در هر حالت چی وقف شود چی وصل شود اون وقت خوانده نمیشود همین. اما این باشد دلالت به چی میکنه؟ دلالت به این میکنه که وقتی که این همین در بالای این تنها در بالای الف میآید، وقتی که در همون الف که ما وقف کنیم اون وقت همون الف خوانده میشود. اما وقتی که ما وقف نکنیم بگذاریم مقصد وصل کنیم اون وقت چی؟ دلالت به زیادتی حرف میکند، یعنی خوانده نمیشود. این باشد در هر حالت خوانده نمیشود. این باشد وقتی که وصل شود خوانده نمیشود. اما وقتی که در همون الفی که همین علامت گذاشته شدگی است وقف شد اون وقت الف خوانده میشود. من الان چند مثال رو برای شما نشون میدم ان شاء الله. در اینجا نگاه کنید، در همین بالای الف نگاه کنید، ان همین است کلوله سکنج مانند، دیدین؟ در همین الف این چی میکنن؟ دلالت به زیادتی حرف میکنن که هیچ خوانده نمیشد. در اینجا همین خیلی در بالای یا است همین علامت کلوله سکنج مانند. در اینجا هم دلالت به چی میکنن؟ به نخواندنش، یعنی که مثل که هیچ وجود ندارد. خب و در اینجا نگاه کنین در سوره بقره، در اینجا در بالای واو است ان همین کلوله سکنج مانند که در اینجا چی؟ در واو خوانده نمیشود، یعنی مثل که هیچ وجود ندارد. برای همین علامت رو در بالایش گذاشتن که یعنی دلالت به چی میکنن؟ نخواندن آن. خب یعنی زیادتی حرف و نخواندن آن. من الان این رو برای شما نشان میدم. در اینجا نگاه کنید سوره کهف آیات اخیر، در اینجا نگاه کنید. خب در اینجا نگاه کنید، این کلوله راستکی مقصد با نول یا با صفر مانند. نگاه کنید، دیدین چه خیلی فرق دارن اینها. این کلوله سکنج مانند، اما این کلوله راست یعنی صفر و نول مانند. در اینجا نگاه کنید وقتی که ما گفتیم که این بچی دلالت میکنه و این تنها در بالای الف گذاشته میشود، این وقتی که ما در همین الف وقف کنیم اون وقت همین الف خوانده میشود. اما وقتی که ما وصلش میکنیم اون وقت الف خوانده نمیشود. مثال من الان وصل میکنم، یعنی در الف همین وقف نمیکنم وصل میکنم، چه خیلی خوانده نمیشه. استعیذ بالله قل انما انا بشر انا دیدین به مد خوندم، انا با زبر خوندم انا بشر. اما وقتی که من در اینجا وقف کنم چی میشود؟ این الف خوانده میشود. مثال قل انما انا
انا دیدین وقتی که من در اینجا وقف کردم اون وقت همین الف خوانده شد. اما وقتی که من وصل کردم این الف چی شد؟ دلالت به زیادتی حرف می شود، در وقت وصل خوانده نمی شود. فهمیدین؟ این باشد در هیچ حالت خوانده نمی شود. این باشد وقتی که در بالای الف این گفتم در بالای الف واو و یا می آید، اما این باشد تنها در بالای الف. وقتی که این در بالای در همون الفی که این گذاشته شده است ما وقف کنیم بیستیم اون وقت همون الف خوانده می شود. اما وقتی که ما وقف نکنیم وصل کنیم اون وقت چی می شود؟ همین الف یعنی زیادتی حرف می شود و پرتافته می شود، خوانده نمی شود. خب در اینجا نگاه کنید در بعض آیات قرآن کریم در همین بالای حرف صاد حرف سین خرد رو میگذارند. در اینجا در بین علما اختلاف هست، یعنی بعضی علما میگن که همین صاد خوانده شود، بعضی علما میگن که همین سین خوانده شود. اما اولاترش همین است که وقتی که حرف سین خرد در بالای حرف صاد گذاشته شود اون وقت چی می شود؟ مقصد حرف صاد پرتافته می شود، حرف سین خوانده می شود. فهمیدین؟ یعنی وقتی که حرف سین خرد در بالای حرف صاد گذاشته شود اون وقت حرف صاد پرتافته می شود، سین خوانده می شود. اما اگر حرف سین خرد در زیر حرف صاد گذاشته شود اون وقت حرف سین پرتافته می شود و حرف همون صاد خوانده می شود. یعنی دیدین یک وقتی که حرف سین خرد در بالای حرف صاد گذاشته شود اون وقت حرف صاد پرتافته می شود، همون سینی که در بالای حرف صاد گذاشته شده است همون سین را مقصد ما می خونیم. اما وقتی که حرف سین در زیر در زیر حرف صاد گذاشته شود اون وقت حرف همین چیز مثل که سین نابود می شود، خودی همون صاد خوانده می شود. اما وقتی که حرف سین در بالای حرف صاد بود اون وقت صاد پرتافته می شود، سین عوضش خوانده می شود. همین رو خواستم برای شما بفهمونم و این را با علامت سکته فرق نکنید، یعنی فرق کنید. مقصد علامت سکته را ما گفتیم که در کجا می بیاید و اون در بین دو کلمه می آید. اما این باشد این حرف است که در بالا حرف صاد فقط می آید که این نگاه کنیم. الان من نشان دادم که در بالا و در اینجا نگاه کنیم، در اینجا نشان دادم که در زیر. وقتی که در بالای حرف صاد سین گذاشته شود اون وقت صاد پرتافته می شود، سین عوضش خوانده می شود. اما وقتی که سین در زیر حرف صاد گذاشته می شود اون وقت خود حرف صاد خوانده می شود و همین علامت سینی که در زیر است نابود می شود و گم می شود. همین رو خواستم برای شما بفهمونم. و در اینجا نگاه کنید در قرآن های چاپ عربی ما گفته بودیم که مقصد وقتی حرفایی که مثلا ادغام می شوند یا اخفا می شوند در بالای آنها علامت ساکن رو نمیگذارن برای فهمیدن. اما وقتی که دو زبر دو زیر و دو پیش آمد که باید یا ادغام شود یا اخفا شود آن وقت چی شوند؟ مقصد دیگه خیلی مقصد حرکت ها هم دیگه خیلی میگذارن. مثال وقتی که نگاه کنین دو زبر آمده، مثال حرفی که دو زبر دارد و بعدش حرفی بیاد که مقصد تنوین اینها را ما چیکار کنیم؟ یا ادغام کنیم و یا اخفا کنیم. آن وقت چیکار میکنن؟ همین حرکت را به این شکل مینویسن. نگاه کنین دو زبر را به چه شکل نویسگیان، یعنی گذاشته شدگی است. نگاه کنین دو زیر همین خیل وقتی که بعد دو زیر حرف ادغام یا حرف اخفا بیاید اون وقت به همین شکل گذاشته می شود. و دو پیش همین خیل وقتی که بعدش حرف اخفا و یا ادغام بیاید مقصد آن وقت دو زبر دو پیش همین خیل گذاشته می شود. نگاه کنین دو زبر دو زیر و دو پیش به چه شکل گذاشته می شود وقتی که بعدش حرف ادغام و یا اخفا بیاد. این را برای فهمیدن مقصد این خیلی میگذارن که یعنی ما بدونیم که یعنی اینها مقصد الان یا ادغام می شود تنوینشون یا اخفا می شود. خب اما وقتی که بعد از دو زبر دو زیر و دو پیش حرفای اظهار بیاید اون وقت
همین دو زبر و دو زیر به چه شکل نوشته می شود یا مقصد به همین شکل است. دو زبر را نگاه کنید به شکل عادی است. دو زیر را نگاه کنید به شکل عادی است و دو پیش را نگاه کنید به شکل عادی است. این هم برای فهمیدن که یعنی بعد از اینها چی است؟ حرفای اظهار است، یعنی باید تنوین اینها رو ما اظهار کنیم. یعنی پس چی؟ وقتی که بعد از دو زبر دو زیر و دو پیش حرفای اظهار بیاد، پس حرکتشون به شکل عادی نوشته می شود. اما وقتی که یعنی بعد از دو زبر دو زیر و دو پیش حرفای ادغام و یا اخفا بیاید، اون وقت به همین شکل گذاشته می شود که یعنی ما بدونیم که اینها یا ادغام می شود تنوینشون یا اخفا می شود. همین رو خواستم برای شما بفهمم. و ما مقصد گفته بودیم که وقتی که حرفایی که ادغام می شود و یا اخفا می شود، همون در بالای همین حرفا چی؟ علامت ساکن را نمیگذارن. اما حرفایی که ادغام اظهار که می شوند، اون وقت چی می شود؟ در بالایش علامت ساکن را میگذارن. فهمیدین؟ در اینجا نگاه کنین، حرف نون در اینجا چی است؟ ادغام می شود، معذرت میخوام، یعنی اخفا می شود. در اینجا علامت ساکن را نگذاشتم برای فهمیدن. اما در اینجا که باشد حرف نون چی است؟ نون ساکن. مقصد از اینجا نون ساکن است. در اینجا نون ساکن چی است؟ ادغام می شود، زیر بعدش یا اومده است. در اینجا ادغام که می شود، پس چی می شود؟ پس در اینجا مقصد ادغام که می شود، در اینجا هم علامت ساکن را نگذاشتم برای فهمیدن که یعنی ما در اینجا اینها را ادغام میکنیم یا اخفا میکنیم. و در اینجا هم نگاه کنیم در بالای حرفای مد هم همین خیلی در چاپای عربی، یعنی وقتی که در بالای حرفایی که مقصد حرف مد میشوند، الف واو یا، اون وقت در بالایشان علامت ساکن را هم نمیگذارند. برای چی؟ برای اینکه این خوانده نشود بلکه کشیده شود. پس این چی بوده است؟ در قرآن چاپ عربی برای آسانی این کارها را کرده هستند. اما در ادغام متماثلین یا ادغام متجانسین یا ادغام متقاربین، در اونجا دیدیم که در اولش که مقصد ادغام میشوند، در همون اولش ساکن را نمیگذارند، اما در حرفی که اینها باید ادغام شود علامت تشدید را میگذارند که من برای شما نشان داده بودم. همین ها رو خواستم برای شما بفهمم. و یک حالت دیگر مثال در اینجا نگاه کنین. اینجا مقصد ما اگر بگذاریم در اینجا چی میشود؟ این اخفا میشود. در اینجا ما بگذاریم اینجا چی میشود؟ مقصد ادغام میشود. مثال بالفرض مثال در اینجا اگر ما بگذاریم، مثال من در اینجا نیست مثال، اما من مثال را برای شما گفته استادم که اگر در اینجا مقصد اقلاب شود، اما ما در اینجا در همین نون که مثال یا ادغام میشود یا اخفا میشود یا اقلاب میشود یا دیگر حرفا که اظهار میشوند یا اخفا، یعنی معذرت میخوام، یعنی ادغام یا اخفا میشود، اون وقتی که ما در همون حرف ما وقف کنیم، پس حکم مقصد اخفا، ادغام و اقلاب ترک میشود. ما همون حرف را عادی میخونیم. مثال من الان اگر این رو بخونم چه خیلی میشود؟ میشاء. اما وقتی که من در همین نون وقف کنم چی میشود؟ من، یعنی در همین نون وقف میکنیم، یعنی به ادغام وقف میشود. من. مثال در اینجا اخفا میشود وقتی که وصل کنیم، اما وقتی که وقف کنیم چی میشود؟ اخفا ترک میشود. مین. مثال بالفرض مثال در اینجا اقلاب میشود، اما در اینجا وقتی که من در همین وقف میکنم، اون وقت چی میشود؟ اقلاب ترک میشود. با همون حرف عادی مثال من چی میکنم؟ میخونم. مثال مهین. مثال مهینم، اگر اقلاب کنیمش مهینم میشود، اما وقتی که مقصد وصلش کنیم اما وقتی که در اینجا ما وقف کنم، پس چی میشود؟ مهین. یعنی وقتی که ما در حرفی که ادغام شود، اخفا شود یا اقلاب شود وقف کنیم، اون وقت به اخفا، به ادغام، به اقلاب وقف میکنیم، یعنی به همون حرف. اما وقتی که وصل شد، پس چی؟ اخفا، ادغام و اقلاب را انجام میدیم. اما وقتی که یعنی در همینجا که این مثال اقلاب میشد یا اخفا میشد یا ادغام میشد یا دیگر حرفا که ادغام یا اخفا شوند، اون وقت در همون حرف که ما وقف کردیم حکم مقصد اخفا
izhar maqsad idgham این چیزها ترک میشد عادی به همین وقف میشد. آن وقتی که وصل شد آن وقت اخفا ادغام و اقلاب کرده میشود. فهمیدین؟ و یک علامت دیگه هم برای شما نشان دیم ان شاء الله. و این علامت سجده تلاوت است. ان شاء الله در درس‌های آینده من درباره سجده تلاوت برای شما درست‌تر میفهمم ان شاء الله. اما این علامت سجده تلاوت است که یعنی وقتی که ما همین آیات رو خوندیم میکنین کسی که همین آیات رو مقصد فهمیدین اینجا رو مثال آخر آیات که در جای که همین سجده تلاوت است کسی که همین رو شنید پس هم خوندگی و هم شنیدگی مقصد سجده تلاوت انجام میدین. پس این علامت چی است؟ علامت سجده تلاوت. و این باشد این علامت های چیست؟ مقصد این شماره است، شماره آیت. فهمیدین؟ مثال آیت اول و در اینجا همین علامت رو میگذارم و در داخلش چیست؟ شماره آیت. خب این مقصد شماره آیت است. و اینجا رو نگاه کنید این همین این علامتی چی است؟ این علامتی پاره و حزب است. یعنی این وقتی که همین علامات در پیش از کدام آیت گذاشته شدگی باشد آن وقت دلالت به چی میکند؟ یا به سرشوی یگان پاره نو یا به سرشوی یگان حزب نو. قرآن کریم 30 پاره دارد، مقصد 114 سوره دارد، 30 پاره دارد و 60 حزب، یعنی هر یک پاره 2 حزب دارد. فهمیدین؟ وقتی که در سرشوی پاره یگان پاره نو و سرشوی حزب نو امین علامت رو میگذارن که این یا پاره نو است، شروع شوی پاره نو است یا شروع شوی حزب نو است. فهمیدین؟ همینها رو خواستم برای شما بفهمم و اینها رو هم شما فهمیدین که یعنی مقصد علامت کشیش و علامت اقلاب و علامت وقف و علامت ها اینها رو هم من برای شما در درس‌های پیش نشان داده بودم و انشالله برای شما یگان سوال پیدا نمیشود انشالله. و در اینجا هم در بالای همون یای خورد علامت کشیش را گذاشتم و در بعض جای دیگر است که علامت یعنی حرکت زبر میگذارن که این علامت این حرف خورد یا یای خورد با حرکت زبر خوانده میشود. انشالله امید دارم که درس را فهمیده باشید. جزاک الله خیرا و بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.